بابا جان درباره زنهایی که ناپسندی شوهر میکنند سخن میکرده. هر باری که سخن میگوییم میگویند که ما کنیزی تو نیستیم. خواهش میکنم بابا جان بسیار ناپسند شدن. سوال دیگری که هست، شخص قسم خورد که من همین کار را کرده باشم، زنی که در آینده میگیرم برای من 3 طلاق، ولی همون کار را کرده است. سوال دیگری، دوست داشتم بعد چند وقت فهمیدم که خواهرم را دوست می‌دارد. با او قهر کردم و بعد چند وقت او را بخشیدم. مردم گفتند او به ناموس تو بازی کرد، باید او را نبخشید. چی مصلحت می‌دهی بابا جان، چیکار کنم؟ خب سوال دیگری که آمده است، میگه زنی که در حالت حیض است می تواند که در نزد داملا یا یگان کسی دیگر دعاخوانی کند؟ یعنی اگر زن در حالت حیض هم باشد، در حالت نفاس هم که باشد، اگر ضرورتی به دعا خواندن باشد هیچی باکی ندارد. یعنی شما را یک کس آمده و دعا خواند، میلش بگذار. یعنی شما که در این حالت قرار دارین برای شما یگان گناهی نیست، انشاءالله درست است. سوال دیگر، ما از بیکاری در مسجد روزها یعنی خریستیان ها کار میکنیم و معاش ما حلال است، مجبوریم به خاطر پولیابی. یعنی برادرای از ما که در مهاجرت هستند، اولا خدای مهربان همه مهاجرای ما را، همه مسافرهای ما را، همه برادرایی که دور الوطن هستید، خداوند نگهبانتان باشه. و سوالی که کردن این خیل معبدهایی که اینها عبادت میکنن، اما کلیسا میگیم، در همون جایهایی برای ساختن کلیسا یا برای ساختن مقصد هر یک عمارت هایی که خاص همون دین نصرانیت هست، خاص جای تعلیم و عبادت چون هست، کار کردن در اونجا دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان یگان گناهی ندارد. پولیوای البته برای شما حلال است، یگان گناهی هم ندارد که شما وقتی میرین نفس های خودتون اجاره دا میمونین و شما برای اونها این عمارت ها را میکنین. برای ما از همه مهم برادران عزیز این است که ماها اعتقادمان و میلمان و محبتمان به دین خودمان، دین اسلام است، به قرآن است. یعنی به ساختن آن عمارت ها معنای او را ندارد که ما از دینمان برگشتیم یا اینکه ما مقصد دین نصرانیت قبول کردیم. ولی شریعت ما و شما، کتابهای ما و شما اجازت میتین که ما اگر همین خیل کارها پیش برآمد و مبلغ اگر به دست بیاید هیچی باکی ندارد. شما حق دارید که در اینجا کار کنین و مثلا هر مبلغی که به دست میآید برای شما حلال است، زیرا وای مهنت شما هست و زحمت شما است. سوال دیگری، دوست داشتم بعد چند وقت فهمیدم که خواهرم را دوست می‌دارد. با او قهر کردم و بعد چند وقت او را بخشیدم. مردم گفتند او به ناموس تو بازی کرد، باید او را نبخشید. چی مصلحت می‌دهی بابا جان، چیکار کنم؟ خیلی این خیلی از برادرای عزیز که انا پیامبر گفته است که لا تصاحب الا مؤمن. شما وقتی که رفیق میگیرین، دوست میگیرین، یک کسی را دوست بگیرین که وای از خدا میترسیده باشه. وقتی شما یک دوستی را میگیرین که حقیقتا فاسقه، فاجره، ببین خدا را شکر که اولی مقصد فقط یک خواهر را نگاه کرده است، یک خواهر تا تای چشم کرده است. الله پرده کنه، بسیاری از رفیقای را دیدیم که زنهای رفیقاشون را خیانت کردند، مادرای رفیقاشون را خیانت کردند. برای همین اصلا که من امروز هیچ کار توصیه نمیتونم. امروز اون رفیقی را که ما در کتاب میخوانیم
یا رفیقایی که مثال حقیقتا رفیق جانی باشد، در این عصر یافتن اینها بسیار نادر است و بسیار غیر امکان است که ما رفیقای را بیابیم که این رفیقها رفیقای جانی باشند. مقصد که خانه من که در آمد، اولا من باید هر یک آدم وارد خانم نکنم. وقتی وارد خانه کسی را کنم که وقتی رفیقی همون ایماندار خدا ترس که باشد، نظرش مقصد طرف پایان باشد، نه نگاهی او طرف مال من، طرف فرزند من، طرف مادر من باشد. از این لحاظ دادر عزیز، شما اولا در انتخاب رفیقاتون شما خطا کردین. میگن خود کرده را دوا نیست. شما همو خود کرده این. وقتی خداتون همخیلی نفرها را میارین و بعد امکانیت میتین، بعد بسیار همین مردم ما یک سادگی داره که حتی در نبودن همون مردکاشون هم، رفیقای مردکاشون هم مقصد در خانه ها جا میکنن. ما مقصد ممکن نیت ما نیتی نیک باشد، خیلی مردک نیست، خانهش هست، ولی از خوف ای، از خطر ای ما مقصد بیخبریم. نمیدانیم که سیوم ما پیامبر گو شیطان است. هر آینه شما را مقصد در شبهه میارد، شما را در شک میاندازد. خود در بین شما بعضی مثال الکه وسواس داخل میکند و شما به هر کارهای بدبختانه دست میزنید. برای همین دادر عزیز، انا از این گونه رفیقا مصلحت من همین است که دور باشید. اینها را رفیق نخوانید. اینها رفیق نیستند. آیا رفیق همین است که مرا در نزد دیگر رفیقام، در نزد همسایه هم شرمنده کند؟ وقتی او به خواهر من، به مادر من، به محرمای من وقتی دست درازی میکند، آیا او چگونه رفیق من است؟ خدا رحمت کنه، ابن سینا را میگو با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نباید دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. ولی یک دوستی که با دشمن میشینه میگه با او نشین. چگونه این دوستی که در حق خواهر من چی بدبختی های را میکند، این من چگونه دوست خوانم؟ این دشمن های ما هستند. سوال دیگری که هست، شخص قسم خورد که من همین کار را کرده باشم، زنی که در آینده میگیرم برای من 3 طلاق، ولی همون کار را کرده است، چی میشه؟ اگر کسی قسم خورد که مقصد من فلان کار را نمیکنم، اگر کنم ولی زن نداره که همین زنی که من در نکاح میدرارم، همون زن به من 3 طلاق. یعنی وقتی که اگر همین آدم قسمش شکست و همون کار کرد، همین زنی که میگیرد، همین زن 3 طلاق میشه. همین زن برای او 3 طلاق میشه. برای همین برادرای عزیز، آخه قسم کم است یا اینکه شرط است که شما باید همین قسم بخورین که من فلان کار کنم زن من طلاق؟ یا بسیاری همین آدمای زندار فقط به زن طلاق قسم میخورن. برادرای عزیز، این کار هزل نیست، این کار یادی نیست. آخر بابا جان درباره زنهایی که ناپسندی شوهر میکنند سخن میکردید. هر باری که سخن میگوییم میگویند که ما کنیزی تو نیستیم. خواهش میکنم بابا جان، بسیار ناپسند شدند. برادرها سوال کردند که درباره زنهایی که شوهرها را ناپسندی میکنند، یا اینکه اگر پای کارش بگیرن میگن من کنیزی تویم. مقصد درباره اینها، من اکو درباره اینها شما حقی همین مردها بالای زنها، من 5 جمعه 5 ساعت در این بابت صحبت دارم. شما طریق همین اینترنت ها در باب حرمت شوهر بیابین، از اونجا انشاءالله شما مفصل خدا خواهد
شما از اونجا مفصلتر جوابهاتون رو میگیرید. ولی به هر حالم که باشد خواهرای عزیز، خداوند حق شوهر را بالای زن گذاشته است. هر کاری را که الله مهربان در قرآن و پیامبرمان بر گوش ما و شما رسانیده است، کی را بر کی حقدار کرده است، همش به منفعت ما است. اگر در خانه زن اطاعت از مرد کند از خدا امید است که بسیار زندگیتون زندگی خوب میشه. لیکن اگر زن از مرد ناپسندی کند، زود است که این زندگی شما کنده می شود. من بسیاری زنهای را دیدم که به قدر شوهران رسیدن، اگرچه صاحب 4 فرزند بودند ولی به اینشان طلاق شد، به اینشان زندگیشون از بین رفت. هر یک چیز حد دارد. برای این خواهرای عزیز، شما شوهراتون را حرمت کنید، به قدر شوهراتون رسید. رسیدن حق شوهر، احترام حق شوهر بر ذمه شما واجب است. پیامبرمون وقتی در حدیث میگه خیر النساء اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. بر خواهر عزیز اکو گوش کن. میدونی که همین پیغمبری که چقدر محبوب دلها مونه، همین پیغمبری که نامش میشنویم صلی الله علیه و سلم میگیم، همین پیغمبری که یک دستور عمل حیات ما شدگیه، یک پیغمبری نازنینی که زعی دهنش گویم اصل میریزد، یک پیغمبری نازنینی که غم ما امتاش، خواه مردها خواه زنها مونه، غم ما را میخور، همیشه در اندیشه ما بود. حتی دم آخیرش هم وقتی گوششون در قلب پیامبر گذاشتن، به نام امتی امتی گفتن، دنیا را پدرود گفتن.